الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه چهارم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله سبحانه و تعالی می باشد و ان شاء الله تعالی در این حلقه یک چند مسائلی که تعلق به حکم دارد به شما بیان کرده می شود. بله، مسائل هایی که تعلق به حکم دارد زیاد است و گوناگون است، اما ما مهمترینش را ذکر میکنیم و بعد از این به شما حکم حاکم و حکم قانونبرار و حکم مراجعت کننده به سود را بیان میکنیم و بعد از این دلیل ها را ذکر میکنیم که به شما از همه جهت معروف و مشهور گردد و در شما شبهه از شبهات باقی نماند. باید بدانیم که این شکننده اسلام، یعنی حکم نمودن به غیر حکم الله، گفتیم شکننده اسلام است. از 5 جهت اسلام را می شکند. به 5 شکننده اسلام واقع می شود انسانی که به غیر حکم الله حکم می کند. بدانید که در بر می گیرد کفر اعتقادی و کفر عملی و کفر قولی را. چگونه که ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، این چنین کفر و شرک قول است و اعتقاد است و عمل است. توحید هم به قول است، هم به اعتقاد است، هم به عمل است. یعنی هم به زبان است، هم به دل است، هم به عمل است. توحید. شرک هم به زبان به وجود می آید، هم به دل و هم به واسطه جسم به وجود می آید. حکم نمودن به حکم الله سبحانه و تعالی این اجر است و این هم به زبان است و هم به دل است و هم یعنی به جسم است. یعنی هم به زبان قول و هم به اعتقاد و هم به عمل. به زبان حکم می کند، به اعتقاد حکم الله را قبول می کند و به جسم این را تطبیق می کند. و این چنین کفر ورزیدن در حکم غیر الله در حکم الله سبحانه و تعالی، یعنی کفر ورزیدن در حکم الله این گونه که به حکم غیر الله سبحانه و تعالی حکم نمودن نیست، کفر است و کفرش هم کفر اعتقادی و هم کفر عملی است. و این عموما به 3 نمود تقسیم می شود. یکم نمودش این که هر کسی که اعتقاد بکند که حکم الله و حکم رسولش سبحانه و تعالی، حکم الله و حکم رسولش و هدی و منهج و راه و دین شریعتی الله و رسولش در این زمان صالح نیست، صالح به حکومت داشتن نیست. در این زمان حکم الله و رسول سزاوار این زمان نیست، بلکه از حکم الله و رسول دیگر حکم افضلی هست یا اکملی هست بگوید، یا که بگوید که به غیر حکم الله و رسول حکم کردن این حلال است بگوید و به حکم الله و رسول حکم کردن را ترک نماید. بدانید که این کفر است و این کفر اعتقادی، اساس کفر اعتقادی و ترک عمل، ترک حکم کردن به حکم غیر کفر عملی است. و این چنین انسانی که اعتقاد میکند که در این زمان به حکم الله و رسول حکم کردن درست نیست، یا که در این زمان از حکم الله و رسول دیده یک حکم دیگری افضلی هست، کاملتری هست که همه قبول میکنند، یا به غیر حکم الله و رسول حکم کردن حلال است بگوید، این کافر است، مشرک است و این یک نمود شکننده اسلام است. اسلامش نابود می شود و ویران می شود و شکسته از اسلام، از دوره اسلام این چنین اسلام بیرون می شود. برای آنکه شرکش این شرک اعتقادی شد. اعتقاداً قلباً این چیز را جایز دانست، شرک را جایز دانست. هر کسی که شرک را و کفر را جایز می داند یا یک حرامی الله کرده را حلال می داند، به اجماع علمای اهل سنت، به اجماع صحابگان این چی است؟ کافر است. گرچنده که خودش به حکم الله حکم کند هم اعتقاداً کافر است. این یکم نمودش است. دومین نمودش این که اعراض از
پیروی و حکم الله و رسول بکند، اعراض روی گرداند به حکم الله و رسول، به شریعت اسلام، به منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دولتداری را قبول نکند، یا که اگر گوید که ما قبول میکنیم گوید لیکن عملش مخالف حکم الله و رسول باشد. یعنی میبینیم که یک روز، 2 روز، 10 روز، 1 سال، 2 سال انمی خیل پای در پای مطلقاً به حکم غیر الله حکم کرده است. این کفر است و این یک نمود کفری که علما میگن کفر اعراض است. این کفر عملی است. اعتقادش درست است. این انسان میگه که حکم الله و رسولش افضل ترین حکم است، به غیر حکم الله و رسول حکم کردن حرام است و کفر است. یگان حکم از حکم الله و رسول افضل نیست، اما عملا میبینیم که به حکم غیر الله حکم کرده است. یک بار و 2 بار در یک مسئله 2 مسئله نه، مطلقاً از همه جانب، هم از جانب سیاست، هم از جانب روابط بین دولت ها، رابطه بین دولت ها بین المللی، یا که هم از جانب اقتصادی، هم از جانب حکم جنایت ها، هم از جانب حلال و حرام، همه قانون ها غیر قانونی الله رسول کانستیتوسی دیگری، کتاب دیگری را تطبیق کرده است دوام بر دوام مطلقاً. این کفرش کفری اعراض است. این کفرش کفر امتناع هست که انمین نمود کفر را بدانید که مرجعه ها قبول ندارند. مرجعه ها فقط حکم اعتقادی را قبول دارند، کفر اعتقادی را قبول دارند. برای همون به مرجعه میگیم که حکم کردن به حکم غیر الله کفر است و حاکمش کافر می شود، و هم میگن بله کفر است و کافر می شود وقتی که اعتقادی باشد، یعنی که حکم الله را قبول نکند، یا که حکم الله را پست از حکم غیر الله داند، یا که حکم غیر الله را افضل داند، یا که حکم غیر الله را حلال داند. یکم قسمی که ما گفتیم مرجع این را قبول میکند، این کفر اعتقادی است. اما کفر عملی را که این کفر اعراض است، کفر ایباح است، کفر امتناع است، کفر شک است، کفر جهل است، اینا را قبول ندارند مرجع. برای همه ما گشته و برگشته به مرجع میگیم که شما غلط در فهم ایمان دارید، ایمان را نفهمیدید. از همین جهت شما که ایمان را فقط اعتقاد فهمیدید، یعنی اعتقادن الله است، دین هست، گویی تمام است، عمل کردن شرط نیست. مرجع ها عقیده مرجع همین است. اومدید در مسئله حکم هم شرک را، کفر را، ردت و مرتد شدن را جایز دونستید. سبحان الله. در نزد مرجع مشکلی اساسیشون ایمان است. ایمان را فقط اعتقادی گفتند، عمل از ایمان نیست گفتند، سخن هم از ایمان نیست گفتند. از همین جهت حکم هم گفتند حکم هم فقط اعتقادی است، حکم عملی از ایمان نیست، پس از کفر هم نیست. وقتی که یک چیز از ایمان نیست از کفر هم نیست گفتند. و این مذهب جهمی، مذهب کلابی، مذهب کرامی، مذهب اشعری، مذهب ماتریدی، مذهب مدخلی، مذهب مرجعه ها، مذهب بی عقلان و جهلایی که خودشون مرجع هستند و بی خبر هستند، مذهبشون همین است. اما مذهب اهل سنت و جماعت است ایمان این قول است. پس ایمان اگر به قول به وجود آید، کفر هم به قول به وجود میاد. ایمان این اعتقاد است، قول است و اعتقاد است و عمل است. ایمان هم از زبان، ایمان هم از دل، ایمان هم از عمل به وجود میاد. یکی از این نابود شود ایمان نابود میشود، یا از یکی از این مکان کفر به وجود آید آدم کفر میشود. این چنین مسئله حکم هم اعتقادی هست و هم قولی هست و هم عملی است. دومین نمودی شکننده اسلام به واسطه حکم نمودن به حکم غیر الله، دویم حالتی که انسان را از اسلام میبرد انمین عملی هست، به مانند این که به حکم غیر الله مطلقاً حکم کردن و از حکم الله را تطبیق نمودن، عملاً دست کشیدن. اعتقاداً قبول میکند اما عملاً میبینیم که لسان حالش، زبان حالش میگوید که من قبول ندارم. با ماننده امروز حکومت های عربیه که میگن که ما حکومت قرآن و سنت رو قبول میکنیم، بله سیاست اسلام رو قبول میکنیم، اما میبینید که حکومتش اعلان میکنه دموکراتیک، کانستیتوسی الهیده دارد، پس اینها مرتد و کافر است. سبب کفرش علما میگن مناط کفر یا سبب کفرش، علت کفرش این کفر عملی هست. اعتقادش شاید درست باشد لیکن عملا اینها کافر شدند. کفرشون کفری امتناع هست، کفر اعراض است، کفر ایبا است. ابن القیم الجوزی 6 نمود کفر را ذکر میکن: کفر التکذیب، کفر الاستحلال، کفر الشک، کفر الجهل، کفر الایباء والامتناع والاعراض. اما از همین
نمود شش کفر مرجئه ها فقط دو سه نمودش رو قبول میکنند: تکذیب، کفر دروغ شمردن و حلال کردن و سبحان الله کفر اعتقادی رو. و سومین نمودی حالتی که حکم نمودن به غیر حکم الله انسان را از اسلام بیرون میکنه، دشکننده اسلام میشود، این است که هر انسانی که قانون برارد، قانون برار باشد به مردم یا قانون را قبول کند که این قانون و این احکام برآمده مخالف قانونهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، شریعت اسلام و قانون الله سبحانه و تعالی باشد، مخالف هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. انامین در سه حالت انسان کافر است، مرتد است. این به اجماع علما است. ما البته در این مسئله حالا سخن‌ها زیاد است، شاید در 20 حلقه شود، لیکن شما باید خوب به این مسئله دقت بدید. همین سه حالت رو بدانید. معنای ما انزل الله معروف است که آن چیزی که الله نازل کرده است. آن چیزی که الله نازل کرده است مثلا شریعت گفتنش ممکن است، دین اسلام، قرآن و سنت. بارک الله فیکم. در قرآن عظیم الشان اتباع الحق، پیروی از حق، پیروی از قرآن و سنت، حکم به عدل، حکم به حکم الله رسول کردن، اطاعت الله رسول، همچنین عباره ها همه اش دلالت به حکم الله سبحانه و تعالی میکند. اما حکم نمودن به غیر حکم الله رسول، این حکم طاغوت است. خیلی که در حلقه گذشته گفتیم حکم طاغوت را هر حکمی که به غیر حکم الله رسول حکم میکند، هر قانونی که مخالف قانون الله رسول هست و هر حاکمی که به غیر حکم الله رسول حکم میکرد، این حکم طاغوت است و این حکم هم طاغوت است. ما باید به این طاغوت کفر ورزیم و این چنین طاغوت را تکفیر بکنیم با اون تفصیلاتی که در حلقه پیش گذشته بیان کردیم. پس حکم غیر الله این طاغوت است. حکم غیر الله طاغوت است و حکم غیر الله سبحانه و تعالی طاغوت بگویم، طاغوت و حکمش هم طاغوت است. بارک الله فیکم. پس نمودهای شرکی که در این شکننده اسلام، یعنی در حکم نمودن به غیر حکم الله به وجود می آید. کدام نمود شرک ها؟ یکم نمود شرکی که در حکم نمودن به غیر حکم الله به وجود می آید و این شرک سخت‌ترینش است و به اجماع علما این آدم کافر می شود. این شرک تشریع، شرک التشریع. در علم عقیده این معروف است، شرک التشریع، اما جهلا مرجع از این چیز بیخبرند. شرک التشریع، شرک قانون براری. همه علما اجماع میکنند که هر یک نفری که، هر کسی که حاکم باشد یا غیر حاکم، مرد باشد یا زن، فرق ندارد، یک قانونی را برآورد که مخالف قانون الله باشد، یعنی حلال کرده الله را حلال، حرام الله کرده را حلال، یا که حلال را حرام بگوید، به یک قانونی برآوردهش کافر میشد. مطلقاً کافر است. دیده و دانسته کسی که همین رو کافر نداره خودش کافر میشد. شرک التشریع، شرک تشریع یعنی شرک شریعت سازی، شرک دین سازی، شرک قانون براری را ببینید که شرک شریعت سازی است. برای اینکه شریعت از همین قانون به وجود میاد. شریعت این قانون است. هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و آله این چی است؟ همون قانون رسول الله، حکم رسول الله، سیاست رسول الله، جنهای رسول الله صلی الله علیه و آله کرده، سنت رسول الله، همش همین هدی رسول الله است. هر کسی که قانون میبرد مخالف هدی رسول الله کرده است، بشکننده اسلام واقع میشد، مخالف حکم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و مخالف خود الله سبحانه و تعالی قانون برآورده است. این مشرک در قانون براری، مشرک در شریعت سازی است. برای اینکه قانون برآوردن این شریعت ساختن است. حلال و حرام کردن، دین ساختن، از همه بدترینش همین است. به اجماع علما کفر است. به این داخل میشود پارلمان، مجلس ملی، یا که بگیم دپوتات ها که قانون میبرآورند و مردم رو میفهمند و این همش کافر و مرتد است. از سبب قانون برآوردنش که قانون میبرآورند که بله دولت دموکراتی هست، یعنی زنا جایز است، پرستش جایز است، حرام های الله را حلال کرده است. سبحان الله، چقدر ما به شما بیان میکنیم همه دین ها جایز است، مسلمان و غیر مسلمان، مشرک و مسلمان برابر است. این 100% مخالف قانون الله است. مسلمان و مشرک هیچگاه برابر نیست. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. الله میگه آیا ما مسلمان و مجرم و مشرک و مفسد رو برابر میکنیم؟ شما کی هستید که این چنین حکمی میبرارید؟ ولا یشرک فی حکم احد. در حکم الله کسی را شریک قرار ندید، یعنی به حکم الله فقط حکم برآورید، به غیر حکم الله حکم نبرآورید. پس قانون برآوردن به
مخالف قانون الله، این یک نمود شرک است. در همین مسئله حکم اینم وارد میشد. دومین نمود شرک، شرک حکم کردن. قانون برآوردن یک قسم است، دومش حکم کردن به همون قانونی برآمده شده یا قانونی قومی یا قانونی از ذهنش آمده، اینم یک شرک، نمود شرک است. سوم نمودش اطاعت کردن همون قانون، اطاعت کردن یک قانونی که مخالف قانون الله سبحانه و تعالی است، به همون حکم هایی که مخالف حکم الله است، به همون سیستمی که مخالف سیستم الله است اطاعت کردن، پابرجا بودن و عمل کردن و به همون لشکر شدن و به سودهای همون مراجعت کردن، این سومین نمود شرک است. برای همین پیش از این که در این مسئله یک کسی سخن کند باید این سه نمود شرک رو داند: شرک تشریع، شرک حکم، شرک التحاکم یا شرک الطاعت والانقیاد. علما میگن یکم شرک تشریع، شرک قانون برآوردن، دوم شرک حکم کردن به غیر حکم الله، سوم شرک اطاعت نمودن و مراجعت کردن به سودهایی که به غیر حکم الله رسول حکم میکند. سبحان الله. یعنی به اطاعت کردن حاکمان در معصیت الله، پیروی کردن و لشکر شدن مردم مسلمان به قانونهای ملحدین و به قانونهای این غیر حکم الله رسول که امروز برآمده است، به اون دموکرات، علمانی، لیبرالی و غیره که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است این چیز رو. لا طاعت لمخلوق في معصية الله انما الطاعة في المعروف. چخیلی که ما مسلم و بخاری روایت میکنند در حالتی که معصیت الله هست هیچ وقت ما اطاعت نمیکنیم. طاعت و اطاعت فقط در همون حالتی است که اطاعت الله رسولش باشد. سبحان الله. و این چنین سومین نمود شرک این باشد. چهارمین نمود شرک وجود دارد، این شرک متابعت. شرک متابعت و پیروی در راه و رویش. یعنی چگونه شرک المتابعه؟ یعنی ما وقتی که اشهد ان محمد رسول الله میگیم، شهادت میدیم که محمد بنده و رسول الله هست میگیم، از همین جا به ما یک مسئله به وجود میاد، مسئله توحید متابعت. یعنی توحید متابعت معناش این است که ما یگانه به پیامبر صلی الله علیه و سلم باید پیروی کنیم، یگانه سخن پیامبر رو واجب دانیم، همیشه قبول کنیم و دیگر سخنها رو اینچنین ندانیم. حکم پیامبر رو، منهج پیامبر رو، راه پیامبر رو، هدی پیامبر رو، تمام حیات پیامبر رو ما باید پیروی کنیم و مانند همون زندگی کنیم. اما هر کسی که بیاید پیروی کند به هدی، راه، رویش، سیستم، برنامه، قانون و حکمی که مخالفی حکم و منهج و راه و رویش پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اتباع غیر رسول الله کند، پس این مشرک شده است، توحیدی متابعتش نابود شده است. سبحان الله. تنبیه در همین جا است که تنبیه بینایت مهم است، ولی ما صحبت میکنیم ان شاء الله. هدی چیست؟ هدی رسول الله. ما وقتی که میگیم هدی یعنی منهج، راه، شریعت، سنت رسول الله، طریقت رسول الله، حکم رسول الله، امر رسول الله، شریعتی، تمام عملهای رسول الله که از جنگشون شروع میشد، از معامله اشون، از هدی و منهجشون در عقد و در تمام عملهاشون، این هدی رسول الله است. یعنی تمام شریعت، تمام دین این هدی و منهج رسول الله است که ما باید پیرو شویم. وقتی که کسی پیروی از منهج غیر رسول الله کرد، از منهج دموکراتی پیروی از اروپا کرد، از منهج کمونیستی ملحدی لینینی کرد، البته این مشرک شد. به غیر پیامبر یک کسی دیگر رو پیروی کرد، مشرک در توحید متابعت کرد. انا چهار نمود شکننده در حکم کردن به حکم غیر الله وجود دارد. انسان از همین چهار راه شرک کافر می شود. یکم نمود شرک تشریع، شرک قانون براری، توحید ربوبیت انسان رو نابود میکند. هر کسی که قانون میبرارد که مخالف قانون الله است، این مشرک در توحید ربوبیت است. برای آنکه حکم برآوردن این از آن الله است، این ربوبیت الله است، الله حاکم است. غیر از الله هیچ کسی قانون برار نیست، غیر از الله هیچ کسی کانستیتوسیون ساز وجود ندارد. هر کسی که میسازد این مشرک است. در توحید ربوبیت توبه کند و مسلمان شود و لا اله الا الله گوید. کسی نباشد قانون برارد، حج رود، قانون برارد، نماز خواند، تهجد خواند، گریه کند، تمام سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله عمل کند، اما قانون با مخالف قانون الله برارد، این
مشرک است و کافر است. دومین نمود شرک گفتیم شرک در حکم. این توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات رو میشکند. یعنی هر کسی که حکم به غیر حکم الله کند یا که اراده غیر حکم الله کند یا که در تحقیق و به وجود آوردن حکم الله، حکم غیر الله حرکت بکند، این مشرک شده است. در کجا؟ هم در توحید ربوبیت برای اون که حکم الله است، هم در توحید الوهیت برای اون که حکم کردن به حکم الله عبادت است، عبادت رو ترک کرد به حکم غیر الله حکم کرد، این مشرک در الوهیت هم شد. و هم در اسما و صفات که الله حکم است و حاکم است و حکیم است. یعنی هر کسی که حاکم است به غیر حکم الله مطلقاً حکم میکند، از کدام جهتش نباشد، خواه اعتقادی یا خواه عملی، چه خیلی که ما به شما گفتیم، خواه اعتقادی خواه عملی، خواه اعتقاداً حکم کردن رو جایز داند، خواه عملاً حکم بکند اعراض و امتناع داشته باشد، این مشرک است هم در ربوبیت و در الوهیت و هم در اسما و صفات. سبحان الله، بنا سخت است. و سومین شرک، شرک طاعت و شرک تحاکم، یعنی مراجعت کردن به سودهای غیر اسلامی، به سودهای غیر شرعی. این نمودی شرک توحید الوهیت رو نابود میکرد. یعنی هر کسی که مراجعت به سودهای محکمه های غیر شرعی میرود، محکمه های دموکراتی، محکمه های یعنی مردم برآورده، تمام نمود محکمه های انسانی، محکمه های قومی، ملتگرایی، همه اون محکمه هایی که در اساس غیر قرآن و سنت انسان ها رو مناقشه ها و مسائل مشکلشون رو حل میکند، هر کسی که اونجا مراجعت میکند به شرک طاعت و شرک تحاکم واقع شد و توحید الوهیتش نابود میشد، از جانب توحید الوهیت مشرک میشد. و شکننده چهارم این شرک متابعت. شرک متابعت این چهارمین شکننده در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله، توحید الرسول و توحید متابعت رو میشکند و انسان رو محمد رسول اللهش رو نابود میکند. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. با همین به شما فهمیده شد که در حقیقت حکم کردن به حکم غیر الله هم عملی هم اعتقادی هست. آدم هم عملا هم اعتقادا کافر شدنش ممکن است و همین اعتقادا یا عملا به چهار شرک واقع میشه: شرک تشریع، شرک حکم، شرک طاعت، که همش نابود کننده سبحان الله توحید است، یا که شرک متابعت کننده نابود کننده ان محمد رسول الله است. بارک الله فیکم. پس بدانید که هدی رسول الله، این طریقه رسول الله، منهج رسول الله، سنت رسول الله، حکم رسول الله، جمیع دین، تمام دین، امر و نهی، اخبارهای رسول الله، اخلاق رسول الله، سیره رسول الله، جهاد رسول الله، حکم رسول الله، تمام دین این هدی رسول الله گفته میشد. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز دیگر مسائل رو در این باب و در این مسئله به شما بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.